خب دوستان عزیز، اومدیم پارک برای پیاده روی و نظر داشته باشید برای اینکه پتای نازنینتون رو ببریم پیاده روی حتما باید پارکایی ببریم. خب بارنی اومده بیرون، همیشه این موقع پوپو میکنه. یادش ندارم توی باغچه توی خاک این کار انجام بده. یادتون باشه همیشه بعد از اینکه پت نازنینتون پوپو کرد یه مشامه همراهتون داشته باشین و اونو بردارید. ببینید بچه‌ها، که بخواید پتتون رو ببرید پارک حتما باید پارکایی ببرید که ممنوعیت تردد حیوانات خانگی نداشته باشن. حالا توی محلی زندگیتون، کرج، تهران یا هر جای ایران که هستید، توی گوگل سرچ کنین. البته من ویدیوهای بعدی در مورد این موضوع باهاتون صحبت میکنم که سگتون رو تو کدوم پارک‌ها برای پیاده روی ببرید. بیایید. خب دوستان عزیز، اگر سایز سگتون این بارلی من کوچیک بود، مراقب باشید که با سگای بزرگتر از جنس خودشون بازی نکنن. صبر کن بارلی. بارلی برو. مراقب سگ‌های بومی هم باشین. اکثرا برای نژادهای جثه کوچیک این سگ‌های بومی خطر خیلی جدی هستن، مخصوصا اگر پت شما نر باشه و فصل جفتگیری باشه. یعنی این احتمال خیلی زیاده که سگای ماده اکثرا میخوام به سگای نر دیگه حمله کنن. بچه سعی کنین از این قلدهای متری استفاده کنین که جایی که لازمه بذارید پتتون آزاد بچرخه. جایی که عین الان یه سگ بومی داره میاد بتونین کوتاه کنین. البته پامریان ها در نظر داشته باشید بچه ها، الان جثه بارنی من کلن 2 کیلوه. بینم پامریان ها یه سگ بومی بزرگ دیدم مجبور شدم که فیلم رو قطع کنم. بیا بارلی بیا، فیلم رو قطع کنم، بارلی رو بغل کنم. برو بارلی برو بیا. آره بچه اینو میگفتم که زمانی که جثه کوچیک داره پت شما، حتی تریرها میتونن سگتون رو بگیرن. خیلی مراقبت کنید. بسته بیا، پاستیرا اذیت میشه. بد اخلاق نیست؟ این دو کامera خیلی خوبه، الان نمیدونم بخواد بد اخلاقی کنه قول میزنه. آره کوچولیه. خب بیا این مامان، بیا این طرف، بیا بارلی. گل نه بارلی، گل نه. نه سنگتون؟ بله.
مامانی تمیز شد. بیا بودو دوستان یه چیزی هم در رابطه با موتور سوارا بهتون میگم. البته که 80% موتور سوارا یا بنده خدا پیش موتوری یا تو اسنپ، ولی مابقیشون توی پارک های سگا میچرخن دنبال کیس های لاکچری، یعنی نژادهای لاکچری هم. خیلی مراقبت کنید. بیا مامانی پاستیلات سخت میشه. بودو بارنی هم که همه چون میخواد وایسه نشونه گذاری کنه. بیا ماما بیا تمیز شد. بودو ماما رفت. بودو شما بودی گفتی آره ای جانا بارنی دوستتو ببین. بارنی بیا دوستتو ببین. بیا کوتاه میکنم ولی اینجا من الان 3 بار جلوم در اومد. بیا طلب بودو رو تو توشون چسبیدن بهش دارم نمیره دیگه. ببین جراحی کردیم پشو یه 1 ماه 2 ماهی درگیر جراحی پای بودیم. آخه پوش عمل کنه. عزیزم چطور بود؟ خوب بود. حالا فردا باید ببرم پینشو در بیارم. خوبه میاری پیاده یه روی؟ هفته 10 روزی تو خونه باشه تا عزیزت دلم. پای بارنی که مشکل نداره کشکی نه خدا رو شد. بارنی فقط مشکل تنفسیش اذیت میکنه. بعد میگفتی تشنج میکنی درست شد؟ ببین تشنج نبود، اسپاسم عضلانی بود. راست میگی؟ آره. خدا رو شد تشنج. وقتی که استرس میگیره اینجوری میشه. حالا دوباره بعد چکاپ ببرم. تازه بردم 5 ماه پیش بردم. حالا میخوام باز ببرم خیالم راحت شد. چه خبرتونه؟ فاطمه از کجا برید؟ بفرمایید. سلام. سلام. بیا بارنی بیا بودو. البته فیلم گرفتن با هاپو خیلی سخته. سعی میکنن که با کیفیت بگیرن. بودو بچه مراقب ژرمنا باشید. نه ژرمن داریم حالا 2 بار نزدیک بود برای این ژرمن میگیره.